ماه شریف رمضان ری رحمت یزدان پاک است بهر هر یک خاندان. در این ماه عدل و احسان و سخاوت بایدد ساز بدان. من ماهتاب خاندان است ماه رحمت بیگمان، اختر از بحر مایان است زفاق آسمان. زم کند در زندگانی رزق هر یک بنده را، عافیت بخش تمام بندگان در این سرا. نه نعمتی به امتحان را وارد خانت کند، به شک رمضان از سلامت هدیه بر جسم و تن و جانت کند. چه خوش مبارک است ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه رهایی از آتش جهنم. افسوس که دیر دوام نمی کند. فقط یک ماه مبارک، 30 روز طاعت و عبادت، 4 هفته با فیض، 720 ساعت خرسندی، 43200 دقیقه توبه و 2,592,000 ثانیه نیکی. پس فرصت را غنیمت دار ای شخص روزه‌دار. رمضان